سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید و یه گیم جدید. یه گیم جدید پیدا کردم، همونطور که گفتم میخوام یه سری گیم های دیگه هم برم. این یکی از اون گیم هاست. اسم بازی لیف ایت الونه. یکم بازی کردم که دستم بیاد. بریم توی بازی، بقیه‌اش رو با شما ادامه بدیم. این نیو گیم بذار بسازیم. خب ببینیم کالکشن تیپس. اوکی، بریم ببینیم چیکار کنیم. او شت، زیاده آجی. از اینجا شروع کنیم. اوکی. آها، الان دوتا برمیداره. سریعتر فکر کنم برمیداره. بذار چون یکم تنهایی بازی کردم آف رکورد، یکی دیگه رو. بعد این الان این مکس شد. اینجوری دیگه الان نیاز نیست یک سر نگه دارم. باید کلیک رو نگه میدارم دیگه، نمیخواد دونه دونه بزنم. نگه میدارم خودش جمع میکنه. بگش رو نمیدونم جواب گرید کنم. گرید بگ چیزی داره ببینم. $7 میتونیم بخریم اینو. فلوور داره. اینم یه بگ بزرگتره. فقط 200 تا برگ میتونیم توش بریزیم. اون اینا بیارید کنیم. الان سریعتر برمیداره. این جلوی این در اینجا رو یه تیکر تمیز کنیم. من بگه خیلی به دردمون بخوره. 200 لیف تا 5 تا. خب بذارم بگه رو بخرم. اوکی، بعدی چه؟ بعدی $3 500 تا لیف. اوکی حداقلش این دیگه حالا خور نمیشه. اوکی پر شد. فقط ببینیم اون پول میده. اوکی 80 سنت. 90 تا داریم. اینو بدیم بالا. الان سریعترم جمع میکنه. شبیه ماینکرافت مثلا اینو میدی بالا، مثلا اونو که من سریعتر کلیک کنم پی اسش میره بالاتر. تاجی این طرف هم هست. یه سی بهم میگه اون طرف هم هست. چرا بعید نیست. 80 تا دیگه. این دفعه اینو بدیم بالا. $3 داریم. بذارم چیزا چند بود. یه سی بهم میگه این جاروه کمک تو جمع کردم به اون قرار نیست بکنه، فقط قرار اینا رو یه جا برامون جمع کنه که ما راحت فقط روش کلیک کنیم جمع کنیم. دیدی گفتم همه رو جمع میکنیم یه جا، هرچند کار ما هم راحت تر میکنه. خب خوبه، بد نیست. بیا توی آپگرید ها هم باید اینم آپگرید کنیم. بد نیست ولی خب خوب نیست. سرعت برداشتنش یکم بدیم بالا خیلی خوب میشه. بذار دستش رو یکم آپگرید کردم. الان سریع تر برمیداره. الان میتونم بلوور رو اینا فکر کنم. بلوور $49 هاجی، بگم $8. بی خیال. فاک هاجی، این همه حرف زدم بسته بود. اوکی اینجا هم تمیز کنم. الان تندتر میگه میتونه بوده. اینا رو مکس کردم. آره اینا رو مکس کردم. خب این الان چی شد؟ این تعمیر کردم جان داخل چی شد؟ $3 این چی؟ فکر کنم یکم دیر متوجه این موضوع شدم. میدونی این برای اون برگا رو جمع میکنه. الان فهمیدم. نکن نه خیلی خب این جمع میکنه. اینو هم دیر متوجه شدم. چیز جالبیه. یه دونه عکس دیگه. یه دونه عکس دیگه هم بود. بذار میدونم کجاست. اینجا ها بود. اینجا بود. اینا اوپن. چجوری خب تو برم؟ الان بسته شد. سوال همینه که باید چجوری میتونم بیام بیرون. نمیشه. اول اینجا رو تمیز کنم آخر. الان نیست. آره زودتر رجی باید درست میگم. نمیدونم چیه. تمام. من شیفت بگیری سریعتر میداری. فکر کنم همون گاراژ هست. باید بودیم بریم سمتش. بعد قبلش آپگرید که نمیتونم انجام بدیم چیزی رو که اینو بخوایم که نون فعلا نمیرسه. اینو بزنم برم این تو. شت اجی. هولی شت.
این هم آنلاک نیست هنوز. یه دونه عکس دیگه. این را عکس دیگه نیست. 34 دلار. چقدر بود بلوره؟ 80 دلار. 49 دلار. بذارم بلوره رو بخرم. بلویر میشه آپگریدش کرد؟ آره. به درد میخوره اصلا بلوره یا نه؟ الکیه. بازم به این جارو نیاز پیدا میکنیم، بخوایم چه نخوایم. از گوشه ها باید بکشیمش کنار. کجا آنلاک شد؟ نیدم. اینجا نوشت آنلاک شد. پایین بود. نه آنلاک نیست. آها، یه کیسه میشه دیگه. آره میشه. راه که دومی میشه. اینجا فکرم بلویر بودن. ایده خوبی نباشه هم مورد به اولی شیت. این طرف هم هست. اونجا همه تمیز. این فکر کنم آنلاک شد. درسته؟ آره. اولی شیت. چقدر موقع تعمیر شد؟ 10 تا تعمیر. یه عکس دیگه. این درخت باز نمیشه. نه توی ای شت توی استخرم هست. بذار همه رو جمع کنم بشستم توی استخره. شو کردم رو تعمیر کردم. بلوه رو نبود پیر میشدم. این برای همه ریختم این تو. بذار 15 دلار. اومد. تو 2000 IQ. آه تموم. خب الان باید این آنلاک شده باشه. اوکی. قبلش برم این رو بندازم این تو. بریم بذار یه آپگرید هم بزنیم. اینو بزنیم با اینو این. اینجا اینو میزنم بازم پول دارم. بذار اینو بزنم. اوکی مکس شد. لویرمون یه چیش مکس شد. و ببرم ببینم اینجا کجا راه داره. این خورد به این ور. اینجا هم داره. این چی؟ مترسک. اول لیستا بدیم اینو بازش کنیم. نظر منو بخوای با برگ اینجا قشنگ‌تر. بینش باز. گیرش داره خیلی حوصله سربر میشه. حالا اون تهش چی میشه؟ اما که تهش فقط همین یک ساعت برگ جمع کنیم. بذار مکس 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 مکس. یه 40 دلار دیگه میخواد. یه فکر کنم آخرین جایی باشه که داریم تمیزش میکنیم. بعدش یه تموم میشه. امیدوارم البته. اینم یکی دیگه میخواد تا مکس شه. اینجا تموم شد. اینجا مونده. از اینجا ورش داریم. رو ببر بیرون. بذار بگم خالی کنم. سیکرت روم. سیکرت روم این پایین بود. The fuck.
ببینم کجا داریم کلکشن تب چی باریم چی شد What the fuck shit یک ساعت و 21 100% برگا جمع شد شد خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. من خودم هم نفهمیدم چی شد. امیدوارم شما فهمیده باشین. اگه کسی فهمید چی شد توی کامنت حتما بگه. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. فعلا خدافظ.